حضرت آیت الله خامنه‌ای و مجتبی خامنه‌ای درنده خویی که شما صحبت میکردین منظورت به کدوم جا بود؟ ما داخل ایران هستیم. درنده خویی وقتی در جایی صحبت میکنی در اون مکان زندگی میکنی. شما میگفتین افرادا درنده خو هست. مگر روی صورت مادر من اسید نرختیم؟ آیا این درنده خو نبوده؟ مگر به فرزندان من تجاوز نکردن؟ مگر شکنجه ندادن؟ این درنده خویی نیست؟ مگر یاد رفته افیون کشیده بودی، مواد مخدر کشیده بودی؟ با یاسر عرفات شما میکشیدین دیگه. آیا این درنده خویی نیست به نظر شما که این شکنجه، این مسمومیت که به سر من آوردی، خانم مرا سکه و جواهر براش بیاری که شوهرت در خانه از بین ببر، آیا این درنده خویی نیست؟ در ذات شما به این میگن چی؟ در آیین شما به این میگن چی؟ من نمیگن درنده خویی. مگه فرزندان من تهدید نکردیم به مواد مخدر؟ این درنده خویی نیست به وسیله مأموراتون؟ این شکنجه ها که بر سر من وارد کردین، بر سر نوه من وارد کردین، این درنده خویی نیست؟ آیا این افرادی که در انگلستان با شما تایید کردن و رفت و آمد دارین، پسر بره در فرانسه فرزندگیرش بیاد، یه فرزندش در انگلیس به دنیا بیاد، اونا شما رو تبدیل کردن به درنده خویی؟ همده تو ایران هزاران درمانگاه، هزاران بیمارستان بوده، چون که رفتن اونجا دوره درنده خویی دیدین. در سرزمین ایران زمین همچین درنده خویی وجود نداره و همچین نقشه‌ای وجود نداره که فرزند من از انگلستان دستگیرش بکنین، به وسیله همون درنده خوها وارد ایران بکنین، در جای نامرغوب درنده خویی بر سرش، بر بدنش وارد کنین. به این میگین چی؟ شما در ذات شما به این میگین چی؟ به درنده خویی نیست؟